این هفته خبر تو خبر داره براتون از آخوند رئیسی خبیثی که باید درمانی و انشالله تراپی رو رد کرده و وارد حس اشتغال زایی شده. هیچ نهادی غایب نباشه، همه حس بگیرن حس ایجاد اشتغال تا این تحقق پیدا کنه. این حسی که آخوند رئیسی گرفته یه چیزی تو مایه‌های حس گرفتن این باباست که آخر و عاقبتش هم معلومه. آخوند رئیسی در حالی روزه اشتغال زایی میخونه که آخوندا بعد از 40 سال حاکمیت یه چنین بلایی سر ارزش پول ملی ایران آوردن. خواستم امروز کلیپی رو براتون ارسال کنم که در مورد ارزش پول ملی ماست. خرید و فروش سکه به ارزهای کیلو تقریبا توجه فرمایید 5 کیلو و 900 گرم، کیلو 140,000 تومان شده 826,000 تومان. اکثریت این سکه ها 500 تومانی با 200 تومانی هستن، یعنی که الان تو بازار داره خرج میشه، خرید و فروش میشه. نگاه کنید، توجه فرمایید، این ارزش پول ملی ما به ارزهای کیلوش از ریالش ارزشش بالاتره. ممنون. ریال که این باشه تکلیف تومن هم معلومه. محمد میدونی قشنگترین واحد پول چیه؟ تومن. چون هم تو توشی هم من. تازه نه تو جیبته نه تو جیب من. با این حساب معلوم میشه که چرخهای اقتصاد نظام داره به سبک همون دولت‌های قبلی میچرخه. یه چیزی تو این مایه ها. راه انداختیم اقتصاد کشور، ماشین اقتصاد کشور راه افتاده، سرعتش کمه، انشالله سرعتش هم زیاد میشه. ما راه انداختیم اقتصاد کشور، ماشین اقتصاد کشور راه افتاده. وضعیت به قدری قمر در عقربه که اعضای استبل ولایت هم صداشون در اومده و اینجوری جفتک میپرونن. این چه منطقی است که میگویند دقت را فدای سرعت نمی کنند، یعنی مدت حدوداً 6 ماه برای تغییرات و تحولات در کشور کافی نیست. مردم انتظار دارند تا تحولات را مشاهده کنند. این طرف حواسش نیست که دولت رئیسی دولت نورچشمی عظماست و این چیزایی که پرت میکنه میخوره تو فک عظما. حالا درست وسط این وضعیت شلم شوربای داخلی عظما به یاد موشک پرونی افتاده و از ترس ریزش بسیجی‌ها به قمپوز درمانی رو آورده. این بخشی از قدرت موشکی جمهوری اسلامی است، یعنی تعداد 16 موشک که به طور همزمان به هدف اصابت کرد بخش کوچکی از صدها موشکی است که میتواند به طور همزمان به هر هدفی که اون کشور قصد مخاصمه و تهاجم به جمهوری اسلامی رو داشته باشد اصابت بکنه و انهدام کاملی رو ایجاد بکنه. اگه آخوندا در پرتاب موشک به اندازه اینها موفق بودن الان وضعیتشون این نبود. این حاجی زاده مشنگم طبق معمول مشغول بازارگرمی و تولید جوکه. خب زدن موشک‌های بالستیک اصولا خیلی سخته و درصد کمی رو میتونن اصابت قرار بدن، ولی با این کاری که انجام شد تقریباً صدها میلیارد دلار هزینه های دشمنان ما ضرب در صفر شد، یعنی دیگه ارزشی نداره. این هارت و پورتای آخوندا و پاسدارای نم کشیدشون بیشتر تداعی کننده سکانسی از یه فیلم قدیمیه. ببین عباس آقا، بذار من جلو پاتی یه چکت بزنم، اون داره لباس عوض میکنه، جای دوری نمیره، بده جلوش قمپوز در کنم، فقط یه دفعه 15 حقوقم مال تو، واسه جنس میارم، فقط بده جلو پاتی بزنم تو گوشت. هرچی گفتم غلط کردم، میدونی که شنیدم خیلی آقایی. نوکرتم، یه دقیقه بیا اینجا یه دقیقه، نوکرتم، چاکرتم، یه دقیقه بیا. اما از این نمایش های مسخره که بگذریم،
میرسیم به اصل قضیه که چیزی جز اعتراف به وضعیت پتال نظام نیست. حالا دیگه آخونده هم بالای منبراشون از جهنمی که در انتظار این رژیمه حرف میزنن. آقایون هی وعده به آینده میدن، 40 سال وعده به آینده میدن. من بچه جامعه گفتم 40 سال دیگه صبر کنیم آقا این وعده تحقق پیدا میکنه. ارزونی فراوونی یا نه 40 سال دیگه. گفتم بچه ها گفتم من بهشون تا 40 سال دیگه تفاوت نمیکنه، بلکه سخت‌تر هم میشه، مشکل‌تر هم میشه. این رونده. این آقای میدونم راه به ترکستان و راه به جهنم است، نه راه به بهشت باشد. مشنگستان این هفته رو با جملاتی از ولی فقیه نظام درباره زنان شروع میکنیم که این خودش سندیه که نشون میده دایناسور جلوی این خیلی مترقیه. مردم به زن خانه‌دار تو چشم زن بیکار نگاه کنه، در حالی که کاری که زن خانه‌دار میکنه از کار بیشتر مردایی که بیرون کار میکنن سخت‌تره. مدیریت فقط پخت پز نیست، پخت پز یه کاریه که نه، این که بخواد خونه رو مدیریت کنه، چون رئیس داخل خانه. حالا که بازار اعترافات در میون آخوندا گرمه، اعتراف این آخوند آملی رو هم بشنوید که غیر مستقیم آدرس عظما رو میده. ما درباره مخزن الهی حرفی نداریم. اون چه خدا نازل کرده است برای تأمین روزی مردم حرف نداریم. در امر سوم نظر داریم، میگیم خدا به اندازه کافی به ملت داد، تو در اثر بی‌عرضگی نتوانستی ملت اداره کنی و به خزینه خودت سپردی. ما رو این اشکال داریم. بعد از افقی شدن تروریست اعزامی عظما به یمن، پسرش رو آوردن توی تیویریش تا از این پرت و پلاها سرهم بندی کنه. ایشون ارتباط قوی با شهید سلیمانی داشتن، به طوری که این گزارشاتی که زمانی که تو این 8 سال تو جبهه مقاومت کار میکردن و شهید سلیمانی زنده بود میدادن، بعد از شهادت هم پدر گاهن خودشون به ما میگفتن که خواب شهید سلیمانی رو میدیدن و در خواب به ایشون گزارش میدادن و شهید سلیمانی از ایشون گزارش میخواستن و با ایشون مشورت میکردن. میگن این گزارش که پاسدار ایرلو تو خواب به قاسم سلیمانی میداده به بیرون درز داده شده. این کوچولو هم که اون رو شنیده اینطوری رلش کرده. Como é que é o papai tá dormindo? É? یک کتاب به اسم پاسدار سلیمانی منتشر کردن که بیشتر به جوکنامه شبیه. هرچی گشتن خاطره درست حسابی ازش پیدا نکردن، رفتن سراغ گاو سواریش تو بچگی. از چیزی نمی ترسیدم. نوشته شهید حاج قاسم سلیمانی، اولین محصول نشر مکتب حاج قاسم. پدرم یک گاو نر شاخزن خطرناک داشت که همه از او می ترسیدند. مرا سوار بر این گاو کرد که ببرم به ده دیگری که 15 کیلومتر با خانه ما فاصله داشت و سرسبزتر بود و خانه عمه‌ام همان جا بود. من این بیابان را تنها سوار بر این حیوان خطرناک شدم تا ده عمه‌ام رفتم. این لات کوچه های خلوت هم مشغول عربده های صدمنیه غاز همیشگیشه. همونطوری که تو این منطقه از سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و یمن و جای دیگه سیاست‌های ایالات متحده و اذنابش رو زمین گذاشتیم، ما تا خود آمریکا رو نکنیم جمهوری اسلامی دست از پا بر نمی‌داریم. در پایان مشنگستان این هفته یادی می‌کنیم از این مناظره که همدلی و وحدت بین مهره‌های نظام رو به خوبی نشون میده.
سابقه دارم. از کل لیبرالای تاریخ دفاع می‌کنی. میگه من سوسیال دموکراتم. من اینو نمیفهمم. من نمیفهمم. از بزرگترین دولت لیبرال پس از انقلاب دفاع می‌کنی. میگه من سوسیال دموکراتم. ما مخالف اقتصاد سیاسی هاشمی رفسنجانی بودم. هاشمی رفسنجانی کسی بود که مورد انتقاد شدید جریان مشارکت بود، جریان چپ بود. بعد تو من طرفدار حال این دقیقاً مثلا اتفاقا من نمیتونم من میفهمم طرفدار چی هستی. تو واقعا نمیفهمی چی هستی. تو اصلا اقتصاد سیاسی نمیفهمی. دفاع می‌کنی اصلا نمیفهمی سوسیال دموکراسی چیه. یا ما رو فیلم کردی. خب خیلی ممنونم از اینکه اینقدر خوب با هم حرف میزنید و هیچ چیزی گوش نمیده. آقای نقاشی 5 دقیقه لطفاً زمان ما رو هم مدیریت کنید. دوست قاتل شارلاتان بودن آقای حسینی بعد ببینیم ایدهش چیه دیگه. آقا ما تمام حرفمون اینه. تیوی ریش یا همون سوتی ریش باز هم سوت جدیدی زد و یک نفر رو در 2 برنامه زنده متفاوت از 2 کانال به صورت همزمان نشون داد. چجوریش رو دیگه باید از خودشون پرسید. الان 10 دقیقه از زمستان رو گذروندیم. آخه الان دقیقه 10 روز اول زمستان است و خبر بزرگی. اگه قدیم بود الان باید جارچیان توی کوچه ها و محله ها جار میزدن که زمستان از راه رسید. این دوره هم بودن انقدر گرما بود که ما حس نکردیم. اصلا شأن اصلی یلدام همین بوده دیگه، دوره هم باشن که این شب طولانی رو کمتر بفهمن طولانیه. این آخوند شوت رو هم آوردن توی تیوی ریش تا خاطراتش از مجلس رو تعریف کنه، اما سوت زد و بحث به منقل و حواشیش ختم شد. یه جا گفته بودین که یه نماینده داشتین، حالا دورش رو نگفتین، نبود که معتاد بوده، معتاد تزریقی هم بوده. بله تا آخر دورش هم می اومد. بله یه دور بود و رفت. اون دور اولی که ما اومده بوده. تو بعدش هم خودش هم به من زنگ زد. خب مجلس هم اومد گفت منو ببینم، گفتم برو دیگه ولش کن. گفتم گذشته، من اسم شما رو نبردم، اسمش حالم نمیبرم، ولی داشت. در پایان توجه شما رو به یه نقاشی متفاوت جلب می‌کنیم که با توپ تنیس کشیده شده.